در قاعده 184 می است که اقسام ارتداد را بشناسیم. ارتداد، ما شما می فهمیم که ارتداد یا ردت به معنای برگشت است و ارتداد این است که یک انسان از دین خود یا از ایمان خود پس میگرده و ارتداد چند قسم داره، تقریبا 4 قسم است که یک انسان بعد از اینکه مسلمان است از دین اسلام خارج میشه و مرتد میشه. قسم اولش ارتداد اعتقادی هست. ارتداد اعتقادی چی را میگن؟ ارتداد اعتقادی است که کسی یکی از ثوابت ایمان منکر میشه. قسم دومش ارتداد با سخن است، مثلا استعمال لفظ کفری یا هزل و استهزاء یا دشنام دادن به شعائر اسلامی. این سبب چی میشه؟ ارتداد میشه. قسم سومش مرتد شدن فعلی هست. مرتد شدن فعلی است که اعمال صورت میگیره که در او استهزاء و توهین به شعائر اسلامی میباشه.